اسمه واسط قوس الدین بلای زره مورستاد کن همیشه بزدن یک چند تا بغل ما که زمین افتادیم به تایلر بیاد یک مشهور داد که یک بیدو مرده زنده مشهور نخورد یعنی بعد ورش کرد سالا بور نبود بگوره سالای دیگه ایستان بیاد بعد اون نفر بله مرد ما دا ایزان بودیم و سرگردان که پرستیم همینجا سکیلدار رو سرگردان سنگر گرفتن ما ریستاد کردن اینا و بعد از اون ما تکدن همینجا تای سرگردانه خرام رو حرکت داد یک گروه هم از پوی آردن و خراش رو که خود به پوی بار ریستاد کردن که برین بلا علت رو این تای یعنی ما 4-5 دربند برشیم خواه رامه بعد ما رو رامه جیدا کردن یعنی بردن بخی یک کمری بخین و کمر گفتن ایزم بزنید که میشه وقت منید تا غیلمن ریستانه بگرفتن و گفتن کشش جزای شما مهی یعنی بعد گفتن ما سیت شما را یعنی یک نفر حساب نداریم یعنی بعد ما خفتن که آزم بدای ملوت ساعت 9 بجه بود 8 بجه بود که ما را حرکت دادن گفتن شما رو میارین قیلمین اینجا اخ میزنین میارین قیلمین همون جیمشو هستین سوالات هنیم بره یعنی دو گردن غلط مودن بعد 3 کیلو جلو سپشتی بیامدن از سر گردن دور مودن با جر فرمو یردن سالی لر استفاد مکن را یعنی ای پس باز بساقن یادگار خدای پاک نفرش بوی لاشون نبرد عجبش نریست عجبش نیست یه همون بره 20-25 میگه تمام تلفای سالای یا نایشه یا سنگر یا نایشتن یا که پای خیلی بشه گیرگن که به یال کردن مرغی میدارن داد ما ما ما